یه لیوان برندی. همین کافی بود برای کشتن یکی از ثروتمندترین مردای انگلستان. سال 1923 لندن. یه عمارت مجلل، یه شام خانوادگی و یه مرد که نمیدونست این آخرین شب زندگیشه. 3 نفر توی اون عمارت بودن. 3 نفر که هر کدوم دلیل داشتن که بخوان این مرد بمیره. پلیس اسکاتلند یارد ماها درگیر این پرونده بود. ولی تو فقط تا آخر این ویدیو وقت داری. به کاراگاه باش خوش اومدی. من در طول این ویدیو 5 سرنخ بهت میدم. بعضیاشون واضحن، بعضیاشون پنهانن توی جزئیات. گوش بده، دقت کن و آخر ویدیو بگو قاتل کیه؟ آماده ای؟ بریم. 12 نوامبر 1923 ساعت 7 شب، عمارت بلک‌وود، حومه جنوبی لندن. یه خونه 3 طبقه با 12 اتاق، باغی به وسعت 2 هکتار و دیوارهایی که اون شب شاهد یه قتل شدن. صاحب این عمارت ادوارد بلک‌وود بود، 58 ساله، تاجر چای، مردی که از صفر شروع کرده بود و حالا میلیون‌ها پوند ثروت داشت. ادوارد اون شب یه شام ترتیب داده بود، یه شام خانوادگی، ولی هدفش فقط غذا خوردن نبود. میخواست یک اعلامیه مهم داشته باشه درباره وصیت‌نامش. ساعت 8 شب شام سرو شد. سوپ قارچ، گوشت کبابی، سیب زمینی و شراب قرمز فرانسوی. همه چیز عادی بود تا ساعت 10 شب. ادوارد عادت داشت هر شب بعد از شام یه لیوان برندی بخوره، از بطری شخصیش که توی کتابخونه نگهش می داشت. ولی اون شب فرق داشت. یکی از مهمونها یه بطری برندی فرانسوی به عنوان هدیه آورده بود. ادوارد تصمیم گرفت از همون بطری جدید بخوره. ساعت 10:30 ادوارد ناگهان رنگش پرید. درد شدید معده، تهوع، تعریق سرد. همه فکر کردن مسمومیت غذاییه. ساعت 11:15 ادوارد بلک‌وود مرد. دکتر خانوادگی که رسید از همون لحظه اول مشکوک شد. این علائم عادی نبودن. به پلیس زنگ زد. کالبد شکافی نتیجه داد. آرسنیک، دوز بالا، کشنده. این قتل بود. پسر ارشد 32 ساله. الیور تنها فرزند ادوارد بود. مردی که 32 سال در سایه پدرش زندگی کرده بود. تحصیل کرده، باهوش، ولی همیشه پسر ادوارد بلک‌وود بود، نه خودش. توی شرکت پدرش کار میکرد، ولی هیچ اختیاری نداشت. ادوارد همه تصمیمات رو خودش میگرفت. یه نکته جالب درباره رفتار الیور. وقتی پلیس بهش خبر مرگ پدرش رو داد، الیور چند ثانیه سکوت کرد. بعد گفت میدونستم یه روز این اتفاق میافته. جمله عجیبی بود. پلیس ازش پرسید منظورش چیه؟ الیور گفت قلبش ضعیف بود. ولی ادوارد هیچ مشکل قلبی نداشت. 1 هفته قبل از قتل الیور و پدرش دعوای شدیدی داشتن. خدمتکارها گفتن صدای داد و فریادشون تا باغ میرسید. موضوع دعوا، ادوارد تصمیم گرفته بود مدیریت شرکت رو به یه فرد خارجی بسپره، نه به پسرش. الیور عصبانی بود، میگفت 30 سال عمرم رو صرف این شرکت کردم. ادوارد جواب داده بود ولی هنوز آماده نیستی. شب قتل الیور کسی بود که بطری برندی رو هدیه آورد. یه بطری برندی 1880 فرانسوی از یه فروشگاه معتبر در لندن. همون بطری که ادوارد ازش خورد و مرد. بعد از شام الیور گفت سردشه. رفت به کتابخونه طبقه بالا که شومینه داشت. خدمتکار ساعت 9:15 اونو اونجا دید. ولی بین ساعت 9:15 تا ساعت 10، یعنی دقیقاً وقتی ادوارد داشت برندی میخورد، کسی الیور رو ندید. وقتی پلیس ازش پرسید اون 45 دقیقه چی کار میکرده، الیور گفت داشتم کتاب میخوندم. پلیس پرسید چه کتابی؟ الیور چند ثانیه مکث کرد. این مکث مهمه. وقتی از کسی میپرسی داشتی چی کار میکردی، اگه داشته واقعا همون کارو میکرده فوری جواب میده. مکث یعنی داره فکر میکنه که چی بگه. الیور بعد از مکث گفت شرلوک هولمز.
همسر دوم 34 ساله. کلارا زن دوم ادوارد بود، 24 سال جوانتر از شوهرش. همسر اول ادوارد، مادر الیور، 10 سال قبل بر اثر بیماری فوت کرده بود. کلارا و ادوارد 3 سال بود که ازدواج کرده بودن، ولی این ازدواج از اول با حرف و حدیث همراه بود. خیلی ها می گفتن کلارا فقط به خاطر پول ازدواج کرده، ولی یه چیز دیگه هم بود که کمتر کسی می دونست. کلارا قبل از ازدواج با ادوارد 3 سال در یک داروخانه تخصصی کار میکرد به عنوان دستیار داروساز. طبق وصیت‌نامه فعلی ادوارد، اگر میمرد کلارا فقط حق استفاده از عمارت و یه مستمری ماهانه داشت. مالکیت اصلی همه چیز میرفت به الیور. ولی ادوارد گفته بود میخواد اون شب وصیت‌نامه جدید رو اعلام کنه. کلارا نمیدونست توی وصیت‌نامه جدید چی نوشته. روز قتل ساعت 3 بعد از ظهر خدمتکار یه چیز عجیب دید. کلارا توی اتاق خواب شوهرش بود. داشت کشوها رو میگشت. خدمتکار پرسید: خانم دنبال چیزی میگردین؟ کلارا گفت: گوشواره هامو گم کردم. ولی خدمتکار بعداً به پلیس گفت گوشواره هاش توی گوشش بودن. این یک نشونه کلاسیکه. وقتی کسی بهونه‌ای میاره که با واقعیت جور در نمیاد، یعنی داشته یه کار دیگه میکرده که نمیخواد کسی بدونه. کلارا توی اون کشوها دنبال چی میگشت؟ کلارا گفت تمام شب در سالن اصلی با مهمانها بوده. چند نفر اینو تایید کردن. ولی یکی از مهمونها گفت کلارا حدود ساعت 9:45 برای چند دقیقه غیبش زده. کلارا گفت رفته بوده دستشویی. ولی دستشویی سالن اصلی در طبقه همکف بود. کلارا رو دیده بودن که داره از پله ها بالا میره. دستشویی طبقه بالا یا کتابخونه‌ای که بطری برندی اونجا بود. دوست قدیمی و پزشک خانوادگی 55 ساله. هنری مورتون 30 سال بود که دوست ادوارد بود. از همون دورانی که ادوارد هنوز تاجر کوچیکی بود. هنری پزشک خانواده بود، مشاور مورد اعتماد و تنها کسی که ادوارد باهاش درد و دل میکرد. ولی این دوستی اخیراً ترک برداشته بود. 6 ماه قبل از قتل هنری از ادوارد یه خواهش بزرگ کرد. پسر هنری، جیمز، معتاد به قمار بود. کلی بدهی بالا آورده بود. طلبکارها داشتن تهدید میکردن. هنری از ادوارد خواست پول قرض بده. ادوارد اول قبول کرد ولی بعد نظرش عوض شد. گفت نمیخوام پولم خرج قمار بشه. ولی این همش نبود. ادوارد به هنری گفت یادته 10 سال پیش بهت پول قرض دادم؟ اون پول رو هم میخوام. پولی که هنری نداشت. شب قتل هنری به عنوان مهمان دعوت شده بود. وقتی رسید یه بطری شراب قرمز به عنوان هدیه آورد. خدمتکار گفت دکتر مورتون همیشه گل می آورد. اولین باری بود که شراب آورده بود. وقتی ازش پرسیدن چرا این بار شراب آورده، هنری گفت فکر کردم تنوع خوبه. یه سوال، چرا کسی که 30 سال همیشه گل میاره یهو شراب میاره؟ هنری گفت تمام شب در سالن غذاخوری و بعد در سالن اصلی بوده. ولی حدود ساعت 9:30 هنری برای 10 دقیقه غیب شده. گفت رفته بود ماشینش چیزی برداره. خدمتکار تایید کرد که هنری رو دیده که از عمارت خارج شده. ولی ماشین هنری جلوی در اصلی پارک بود. رفتن و برگشتن حد اکثر 2 دقیقه طول میکشید، نه 10 دقیقه. و یه چیز دیگه، هنری به عنوان پزشک دسترسی کامل به داروها داشت. آرسنیک در اون دوره برای بعضی درمانها استفاده میشد. پلیس اسکاتلند یارد عمارت رو زیر و رو کرد. این چیزی بود که پیدا شد. مدرک اول، بطری برندی که الیور هدیه آورده بود آزمایش شد. آلوده به آرسنیک بود. اونقدر زیاد که یه لیوان کافی بود برای کشتن. مدرک دوم، وصیت‌نامه جدید. توی کشوی ادوارد یه پیشنویس وصیت‌نامه جدید پیدا شد. طبق این نسخه ادوارد میخواست نصف داراییش رو به خیریه بده. سهم الیور نصف میشد. سهم کلارا همون مستمری ناچیز میموند. ولی یه نکته، چند صفحه از وصیت‌نامه پاره شده بود. کسی صفحاتی رو از بین برده بود. مدرک 3، رسید داروخونه. توی کیف کلارا یه رسید از یه داروخونه تخصصی در لندن پیدا شد. تاریخش 2 روز قبل از قتل بود. ولی رسید مچاله و بخشیش پاره شده بود. معلوم نبود چی خریده. مدرک 4، نامه. توی جیب هنری یه نامه از طلبکار پیدا شد. نوشته بود اگر تا آخر ماه پول رو ندین همه چیزتون مصادره میشه. خونه، مطب، همه چیز.
سرنخ پنجم و مهمترین، ولی مهمترین مدرک این بود: آرسنیک موجود در بطری برندی آزمایش شد. خلوص فوق‌العاده بالایی داشت، 98%. این نوع آرسنیک توی داروخونه‌های معمولی پیدا نمی‌شد. حتی دکترها هم بهش دسترسی نداشتن. این آرسنیک فقط و فقط در داروخونه‌های تخصصی صنعتی و دارویی موجود بود. جایی که فقط کسی که اونجا کار کرده باشه میدونست چطور تهیه‌اش کنه. خب، تموم سرنخ‌ها رو داری. بذار خلاصه کنم. مظنون اول الیور با پدرش دعوای شدید داشت. بطری برندی رو اون آورد. 45 دقیقه بدون آلیبی. وقتی ازش پرسیدن چی کار میکرده مکث کرد. مظنون دوم کلارا از وصیت‌نامه سهم کمی میبرد. روز قتل داشت کشوها رو میگشت و دروغ گفت. سابقه کار در داروخونه تخصصی. رسید داروخونه توی کیفش بود و ساعت 9:45 دقیقه غیب شد و به طبقه بالا رفت. مظنون سوم دکتر هنری. ادوارد بهش وام نداد و پولشو طلب کرد. زیر فشار شدید مالی بود. به عنوان پزشک دسترسی به دارو داشت. برخلاف همیشه شراب هدیه آورد، نه گل. و در آخر 10 دقیقه غیب شد، ولی بهونش فقط 2 دقیقه میخواست. و سرنخ کلیدی آرسنیک خلوص 98% داشت. فقط در داروخونه‌های تخصصی پیدا میشه. حالا 30 ثانیه وقت داری. فکر کن. سرنخ‌ها رو کنار هم بذار و تصمیم بگیر. قاتل کیه؟ وقتت تموم شد. جوابو داری؟ خب 3 تا راه داری. اول اینکه همین الان جوابو توی کامنت ها بنویس. دوم، اگه میخوای خودت چک کنی برو توی دیسکریپشن، جوابو اونجا نوشتم. و سوم، اگه میخوای همینجا جوابو بشنوی 10 ثانیه دیگه میگم. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. قاتل کلارا بلک‌وود بود. بذار بگم چرا. همه فکر میکردن الیور قاتله. منطقی بود. بطری رو اون آورده بود. با پدرش دعوا داشت. انگیزه داشت. ولی یه مشکل بود. آرسنیک استفاده شده خلوص 98% داشت. این آرسنیک رو نه الیور میتونست گیر بیاره نه دکتر هنری. فقط کسی که توی داروخونه تخصصی کار کرده باشه میدونست چطور تهیه‌اش کنه. کلارا 3 سال دستیار داروساز بود. سرنخ‌ها رو کنار هم بذار. ادوارد از بطری برندی جدید خورد، بطری که توی کتابخونه بود. کلارا روز قتل داشت توی کشوی شوهرش میگشت و دروغ گفت. چرا؟ احتمالاً دنبال وصیت‌نامه جدید بود. کلارا ساعت 9:45 دقیقه غیب شد. گفت رفته دستشویی، ولی دیدنش که داره از پله ها بالا میره. کتابخونه طبقه بالا بود، همون جایی که بطری برندی بود. رسید داروخونه. کلارا 2 روز قبل از قتل به داروخونه رفته بود و رسید رو پاره کرده بود تا کسی نفهمه چی خریده. و آرسنیک خلوص 98% فقط از داروخونه تخصصی قابل تهیه بود. همون نوع داروخونه‌ای که کلارا توش کار میکرد. کلارا بلک‌وود در دادگاه محکوم شد. سال 1924 به جرم قتل عمد شوهرش به اعدام محکوم شد. آخرین حرفش قبل از اعدام این بود: من فقط میخواستم سهمم رو داشته باشم. توی کامنت ها بگو قاتل رو درست گفتی؟ کدوم سرنخ باعث شد که بفهمی؟ هفته بعد یه معمای جدید داریم، این بار سخت‌تر. سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که از دستش ندی. یادت باشه هر کسی میتونه یه جنایت رو ببینه، ولی فقط یه کاراگاه واقعی میتونه حلش کنه. Don't forget to subscribe.